به دوستای عزیز کانال سینا اچ گینگ خوش اومدید. اه، اومدیم با پارت 4 اشتباه نکنم از بازی ماینکرافت ساخت شهر و کشوره. من خارج از ویدیو اصلا وقت نکردم بازی کنم، ببخشید. چیزی جلو نرفته، همونه که بود هست. ویدیو امروز کوتاه‌تر قراره بشه، ولی امروز قرار که حالا دیگه امروز کوتاه‌تر میشه ولی سریع‌تر من میذارمش. ببخشید خیلی سریع‌تر. حالا ما بریم اول اینو درست کنیم. من صدا کم کنم. اول اینو ما درست کنیم. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. دوستین روزش کنم. اینجا که حالا هر کی نمیدونسته پارتی قبلی رو داخل چنل هست، برید نگاه کنید که بدونید ما از کجا شروع کردیم و چند تا الان تو 4 تا پارت. من خیلی حالا ببخشید پیشرفتی نداشتم چون من بی خارج از ویدیو بازی نکردم. خب بازی من نکردم خارج از ویدیو. خارج از ویدیو من بازی نکردم، ولی چسبم حالا به بازی مثل فارمینگ سیمولاتور که قراره بعد از این بیاد بیرون. خاطر همین اونم نشستیم بازی کردیم خارج از ویدیو، ولی به این دیگه نرسیدیم. ببخشید دیگه، حالا به بزرگ خودتون ببخشید. احتمالاً این دفعه دیگه حالا فروشگاه رو بسازیم، هتل رو تقریبا دیگه یه طبقه شما پیش ببریم بریم بالا، خیلی بهتره. خدا کنه یعنی حالا با پیش ببریم بالا. حتی دیگه طبقه اول رو دیگه ما حالا ستوناشو بزنیم که تو پارت بعدی کلا طبقه دوم هم دیگه تا ستونه طبقه دوم بریم. یعنی طبقه اول کلا تخت و همه چی بذاریم داخلش، شیشه و حالا دیگه اینا رو بذاریم. تنها جای بد بازی که هست کفوش انداختن هتله که خیلی سخته. کاش دونه مد که هست، ولی من نمیخوام بریزم روی این دیگه اون مد رو. اونجا وایسادی خب چی کار رو تو سایه اینقدر آی نکنی بگه خی سری اینجا رو هم بزنیم. سریعتر. نمیدونم چرا چی میشه. بعد اگر بشه میخوام یه دونه لایو بذارم از استریم کال آف دیوتی. هر کی میخواد لایو رو بذارم یه دونه لایک بهم نشون بده. چی ببخشید میگم لایک نشون بده، قاطی کردم من با مافیا. داخل کامنت ها بهم بگه که استریمش رو لایو بذاریم با یه نفر دیگه بازی کنیم. اگه خواستید داخل کامنت ها بگید. تا گفتید من اگر وقت شد که میذارم همون روز، وقت نشد که فرداش واسهتون حتما لایو رو میذارم، پس نگاش بکنید. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره. بعد از این به بعد ما یک روز در میون ویدیو رو میذاریم. پس انگار الان امروز چی یعنی من این ویدیو رو گرفتم سری واسهتون آپلودش میکنم. ما شنبه که چیه رو داشتیم، شنبه کامیونت ترک آف اروپا 3 رو داشتیم، یک شنبه چیزی نداشتیم و حالا امروز دوشنبه هست. من دارم ویدیو رو میگیرم که بلا فاصله آپلودش کنم. تایم زیادی هم ندارم برای ویدیو گرفتن و بشم درسان بخونم. فردا امتحان دارم و امتحانات ترم اولم که من خراب کردم. همیشه خوب میگرفتم خراب کردم، خیلی بد خراب کردم، یعنی خیلی بد. حالا ببینیم چند میشیم. به نظر خودم خراب کردم، هنوز کارنامه‌ام نیومده. سریع بذارم اینا رو. آره من فقط سقفشو میچینم. شما بریم ما بچسبیم به هتل و یه خونه هم بسازیم. هتل مهمتره. کن چقدر الان وقتی 5 دقیقه وقت گرفت. ما انگار ربع ساعت بیشتر نمیتونیم دیگه ویدیو بگیریم. خب دیگه حالا ممکن ربع ساعت بشه، یا حالا دیگه 25 دقیقه بستگی داره. نه همون ربع ساعت. ساعت رو نگاه کردم الان، همون ربع ساعت شما حساب بکن.
الان 6 و 7 دقیقه، همون ربع ساعت بیشتر ما نمیتونیم فیلم بگیریم. اینا که ساختیم بریم فقط بچسبیم به هتل. تو این پارت دیگه هتل رو بسازیمش، طبقه اولو. بعد بذارید دیگه کامنت من چه بازی رو بذارم. من همش از خودم از تو یوتیوب ایده گرفتم و گذاشتم ویدیوها رو. شما این نظر بدید خب دیگه من چجوری خب ویدیو بذارم، چه مشکلاتی داخل ویدیوهای من هست. از سر ناچاری یه دونه میکروفون دستساز درست کردم، اگر عکسش حتما میذارم داخل کانال. نگاه کنید با لگو ساختمش با حالا هنس فری که یه دونه عکس ازش میذارم. اگه خواستید شما هم با لگو واسه خودتون درستش کنید. مثلا یه دونه شورت ویدیو میذارم ازش. خب سقفش که تموم شد دیگه، ما فعلا کاری بهش نداریم. بریم بچسبیم به هتل قشنگمون. خب کفشو با بکنیم که تو پارت بعدی ما کفشو میکنیم، بریم سقفشو بزنیم. بعد کفش ما اینجا فعلا چراغا رو بذاریم روشن بشه که حالا زامبی اینجا اسپان نشه. ویلیجر هم که ما واسه داخل شهرمون حتما اسپان میکنیم. یه دونه ویدرم اگر بشه اسپان کنم و یه دونه اگر حالا نمیدونم تخمش کدومشه بهم بگید بی زحمت. یه دونه چی هم اسپان کنیم، یه دونه حقیقه آدم میره آیرون گولن که حتما اسپان میکنم. نگار نگهبانا هستن دور شهر میذارمشون. یادم میره اون موجود آبی چی اسمش، من هی یادم میره، ببخشید به خدا من مایکپ پلیرم، ولی بعضی از اسم مابا اسمشون یادم میره. ببخشید واقعا. ما داخل آپاراتم یه دونه کانال داریم، تازه درستش کردم همین امروز و چون تا داخل آپارات کار نکردم بلدم نیستم چجوری بذارم روش، یعنی ویدیو آپلود کنم که حالا اونم داخل گوگل هست. اصلا بهتر از گوگل هیچ معلمی تو دنیا نیست. اینو ما یکی از معلمامون سر کلاس میمونم کار فناوریمون. اگر ویدیوی منو میبینی آقای طاهری یه دونه لایک و سابسکرایب هم واسه من انجام بده. سریعتر تمامش کنیم. حتی سقفشو تو این پارت یه خونه کوچولوی نقلی هم واسه خودم به دیزاین خودم بسازم برای خودم. چند بار من گفتم خودم؟ خودتون بگید خیلی کامنت ها بهم بگید چند بار من گفتم خودم. اشتباه شد. سریعتر تمامش کنیم. با هنسفری درستش کردم میکروفون رو ها. هنوزم ازش تست صدا نگرفتم که صدا رو خوب میرسونه یا نه، ولی خوب باید یعنی خوب برسونه. دل بخوای نیست، بایدی. این پارتی کوتاه‌ترین پارتش حساب میشه دیگه، به خاطر حالا تایمی که من ندارم. زامبی ویلیجر اصلی من یادم رفته زامبی ویلیجر چی رو باید تبدیل به ویلیجر بکنم. شما اگه میدونید یادتونه، من این بلد بودم یادم رفته. خیلی وقت خب ماینکرافت هم بازی نکردم. خیلی وقت من دست به مثلا داخل ماینکرافت نرفتم. خب بیشتر داخل بازی دیگه بودم داشتم انجام میدادم که حالا به پول بزرگی برسیم و بتونم برای شما من بذارم. این چالش خیلی بزرگی اصلا، یه چالشی شد بالای کلا 1 سالی من سر فیلم گرفتنش وایسم و تا آخر پاش وای میسم. یعنی مثلا نیستم که بگم دیگه خسته شدم نخوام
دارم پاش وای میسم من دیگه. حالا نمیدونم به کجا برسیم داخل ماینکرافت. خدا کن معادلم بالای 18 باشه. جایزه داره آخرش پی سی واسه میخوام. من الان قسطی که دارم میدم و یه جا بهم میدنش دیگه پول ما بابا. خدا کن دعایی هم واسه ما بکن. کان ربع ساعت من بیشتر ویدیو نمیگیرم. کوتاه‌ترین پارت از این بازیه. دیگه من فعلا حرف نمیزنم. شما بشینید از نحوه ساختن لذت ببرید. خدا کنه سریعتر ساخته شه. اگر تا اینجا ویدیو همراه ما بودید سابسکرایب کنید، لایک هم بکنید، زنگوله بغل سابسکرایب هم فعال کنید که هر وقت من ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده و اول نفری باشید که ویدیو منو نگاه میکنید. خب بریم فعلا برای ساختنش بدون معطلی. حالا از فارمینگ سیمولاتور هم اگه خوشتون میاد من ادامه پارتشو میذارم. خب داخل کامنت بهم بگید. میدونم که حالا بازی محبوبیه فارمینگ. کلا تو فارمینگ ها مخصوصا 14 که من کلا بچگیمو رو گوشیم فقط همونو بازی میکردم. تا نسخه مد شدهش هم من داشتم. من به یه سختی من نسخه مد شدهش دانلود کردم همون موقع. تقریبا 2 میلیون دلار داخلش پول داشت. همه چی میشد خرید. نگاه همه چی. خب همه چی میشد داخلش خرید. الان من نسخه مدش هم دارم. تا جایی که یادم از داخل مایکت دانلودش کردم. خب از داخل مایکت دانلودش کردم. اگه خواستید برید اونجا دانلود کنید. بازی هم خیلی خوبیه. البته گرافیک اون نداره خیلی گرافیک آنچنانی. خب زمینش سه‌بعدی نیست، شیب نداره مثال 25 و 23 که من بازی میکنم نیست، ولی اون خاطر انگیزه واسه من. حالا اگه خواستید برید یه دونه حالا یه ویدیو کوتاه از گرافیکش حتما براتون میذارم بعد از همین. خب پس بریم فعلا بسازیمش. من حالا 2 دقیقه دیگه بیشتر ویدیو نمیتونم بگیرم متاسفانه. برم جایی بشینم. الان رو میزه هستم، میز خودم خیلی کثیف با تمیزش بکنم تو این 3-4 دقیقه. سوالی هم در مورد ماینکرافت سروایول داشتین بپرسید، مشکل نداره من بهتون میگم. اصلا مشکل نداره من راحت بهتون میگم که باید چه جوری شما اون بتونید چیزی بسازید مثلا پیککس و مشعل و حالا اینا. و بهتون میگم که چجوری مقتصادتون رو بیارید داخل ماینکرافت، چون که بعض موقع گم میشید. یه دونه مقتصاد بهتون میده بالا که حالا شما میتونید یادداشتش کنید یا از حفظش کنید و بدونید که مقتصاد خونه شما کجاست و میرید مثلا دنبال ویلیج بگردید یا ماین بکنید، گمش نکنید. خب اینجوری سریعتر بسازیمش. دیگه 16 دقیقه من قطعش میکنم، خیلی کمی 15 دقیقه تا یه ردیف دیگه هم بتونیم بکشیم و اینجا دیگه تموم بشه پارت. ببخشید دیگه حالا ما این پارت خیلی پیشرفت نکردیم. حوصلتون هم فکر کنم تا آخر پارت سر بره، ولی دیگه حالا به بزرگی خودتون شد. ببخشید این دست خودم نیست که میاد دنبالم با برم بیرون. خب اگه خودم بودم که حالا دیرتر میرفتم بیرون. جب صدای خوشگلی بود.
ببخشید. کم سرما خوردم من. سرما که نکیم گلو در دارم، صدام هم نگرفته زیاد بینیم، ولی بینیم گرفته. خدای کنه به خوبی و خوشی این پارت هم تموم بشه. و جالب اینه که من این شهر رو بسازم ممکن اصلا 10-20 پارت بشه، ولی بینش فاصله میدم که شما حالا خسته نشید. بینش 100% فاصله رو میدم. خب اگه تا اینجا ویدیو همراهی بودی لایک و ساب یادتون نره. این هم چیزایی که ما ساختیم. روز پارت اول این دوتا رو ساختیم با حالا یه بخشی از این، بعدش داخلش رو ساختیم، پارت دوم سوم اومدیم اینا رو ساختیم و دیگه اینم که الان تا اینجا پیش اومده. مرسی تا اینجا همراه ما بودید. ویدیو لایک و ساب یادتون نره. خداحافظ تا ویدیو دیگه و پارت شهر ساختن و کشور ساختن داخل ماینکرافت. اسم کشور رو هم بهم بگید، پرچمش هم حالا اگه میدونید بهم بگید چه رنگای خوشگلی بزنم که به گفتم 4 تا شهر میکنم چون 3 تا شهر که حالا به 3 رنگ پرچم شما بگید چه رنگایی من بذارم. خداحافظ تا ویدیو دیگه و ماینکرافت دیگه.